بسم الله الرحمن الرحیم. در دانشگاه صدا و سیما در خدمت شما هستیم. دانشکده ارتباطات و رسانه در 3 رشته و 2 مقطع دانشجو میگیره. رشته‌های مدیریت رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری. رشته روزنامه‌نگاری که در دانشگاه صدا و سیما در واقع ارائه میشه در مقطع ارشد، روزنامه‌نگاری رادیو تلویزیونی است و فقط هم در دانشگاه صدا و سیما ارائه میشه. یک تفاوت و تمایزی که وجود داره بین دانشگاه صدا و سیما و سایر دانشگاه‌هایی که رشته‌های مرتبط با حوزه علوم ارتباطات در اونها ارائه میشه، تأکید و توجه خاص هست به مقوله رادیو تلویزیون. در کنار سرفصل‌های مصوب وزارت علوم یک سری دوره‌های مهارتی رو در قالب کارگاه‌های مختلف میگذرونن. یک سری دروس خاص برای دانشگاه صدا و سیما تعریف شده که دانشجویانی که وارد میشن اینها رو میگذرونن برای اینکه در واقع برای فعالیت در رسانه ملی هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی دارای شایستگی‌های لازم باشن. ورود در دانشگاه صدا و سیما خب حتما از طریق کنکور سراسری است، اما کسانی که به لحاظ نمره علمی و رتبه حائز شرایط در واقع معرفی به دانشگاه صدا و سیما میشن، بعد از معرفی لازم هست که در مصاحبه علمی و مصاحبه عمومی و فرهنگی هم شرکت بکنن. اما چرا دانشگاه صدا و سیما؟ چرا دانشگاه تهران نه؟ چرا دانشگاه علامه نه؟ دانشگاه صدا و سیما یک برتری و مزیتی که نسبت به سایر دانشگاه‌ها داره، اتصالش هست به بدنه رسانه ملی. این که فرد وقتی وارد دانشگاه صدا و سیما میشه، نه فقط مباحث نظری بلکه مباحث عملی، این که نه فقط ایده و نظریه برای اصلاح برخی از فرآیندهای رسانه‌ای بلکه در محیط عملیات حاضر شدن، این که دانشگاه صدا و سیما دانشگاهی است که تلفیقی از 3 تا رشته کاملا متفاوته. شاید کمتر دانشگاهی در کشور باشه که 3 تا حوزه متفاوت، هنر، فنی و مهندسی و علوم انسانی رو کنار هم دیگه در واقع آموزش میده و اینها مقدماتی است برای تیم شدن، برای گروه شدن. بچه‌های رشته مدیریت رسانه، بچه‌های رشته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در کنار بچه‌های رشته کارگردانی، تهیه کنندگی، بچه‌هایی که تو حوزه فنی مهندسی، فرستنده، صدابرداری فعالیت میکنن، اینها میتوانند تبدیل بشن به یک سری تیم‌هایی که برنامه‌ساز بشن. خیلی از اساتیدی که در واقع دروس مختلف دانشگاه صدا و سیما رو تدریس میکنن کسانی هستند که سالها تجربه فعالیت در رسانه ملی دارن. بنابراین این اساتید کسانی هستند که در کنار مبانی نظری در واقع دارای تجربه عملی هستند و دانشجویان علاوه بر مباحث نظری میتونن در واقع مهارت‌های عملی لازم رو هم از اساتید کسب بکنن. یکی از ملاک‌هایی که معیار ارزیابی علمی دانشگاه‌های مختلف هست، میزان قبولی فارغ التحصیلانشون هست در مقاطع عالیه تحصیلات تکمیلی و میتونم به ضرس قاطع عرض بکنم که تقریبا هیچ سالی نیست که در کنکور دکترا فارغ التحصیلان ما حضور نداشته باشند و این افتخاری است برای دانشجویان و اساتید دانشگاه صدا و سیما که این بچه‌ها کسانی هستند که هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ مهارتی در واقع تونستن در طول این سالها بدرخشن. یکی از مزیت‌های دانشگاه صدا و سیما و دانشجویانش این هست که بعد از فارغ التحصیلی در صورت نیاز رسانه ملی و در صورتی که شایستگی‌های لازم رو به لحاظ علمی و عمومی داشته باشن، میتونن وارد رسانه ملی بشن و استخدام بشن. بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های رسانه‌ای خوش درخشیدن. بسیاری از مدیران فعلی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان‌ها از فارغ التحصیلان دانشگاه صدا و سیما هستند و در حوزه‌های دیگه کسانی که حالا به هر دلیل خودشون تمایل نداشتن وارد رسانه ملی بشن، در حوزه‌های رسانه‌ای دیگه در سطح کشور فعال هستند. ما یک شعاری داریم میگیم دانشگاه صدا و سیما جایگاه بهترین هاست. امیدوارم شماهایی که حتما جزو بهترین ها هستین این توفیق رو داشته باشیم که در خدمت شما در دانشگاه صدا و سیما باشیم. ان شاء الله موفق باشید.